وسهم رازو ثابت پولینوم ترازو ثابت پولینوم ممتاز شوي كده درجة صفر المتحول درجة صفر البولينوم درجة صفر يعني درجة الزريبلو المتحول الزريبلو يشيل صفر إذا متحول زريبلو صفر إذا متحول زريبلو صفر يعني درجة ثابت كما تسرازي على البولينوم هذا درجة صفر درجة سنة ممكن مثلا دالس إكس تطوان صفر إكس تطوان صفر المتحول ثابت البولينوم يعني درجة كم تمتثلوا المتحولين وزريبون يشيل صفر ثابت بولينوم ما شيل مستميتان ثابت بولينوم ونمو واسكي ونمو درجة شان صفر باشا درجة صفر باشا مش مستوي مثلا 4 مساوي 4 اكس أطوان صفر درجة شان صفر ونمو مش ثابت بولينوم يعني نيك ثابت بولينوم وقال قالت المستميتان كي الزرايب متحولة شان صفر باش زرايب متحولة شان شو باش صفر باش يعني نيك متحولة يعني مي زريب شان يعني أبي صفر باش يم صفر باش يعني صفر إكس متحولة زرب شو بس اللي بيكون صفر باش يعني مي الزرايب شان شاست إكس مرة بس شان يعني مي دو إم منفي شان يعني مي أبي صفر باش صفر زائد إكس مرة بس اللي مي صفر باش تنها كم معنا ونما شيء ثابت عدد بمعنى ثابت حد بمعنى يعني ثابت حد أصلا ميشيس درجة صفر أصلا يعني بوشنا ثابت بولينوم گفتم يعني ثابت بولينوم ميجي يعني मेरे एक सवाल करा कि 2m منفي 4x مربع مثبت 5 منفي 10x مثبت 13 يعني ميجي m و n شما پیدا کنید. اینمی ما شما گفتم که ثابت کنیم که زرایشان صفر باشه. پس اگر صفر بدل مساوی صفر میکنیم 2m منفی 4 مساوی به چیست؟ صفر. 4 منفی 4 طرف مساوات تبدیل میکنیم. 2m مساوی به چی است؟ علامش تغییر بشه. اینمی ویدیو اگر اینمی چیزی که مثلا چطور مثبت بشه یا مثلا چطور اینمی طرف میآید پایدار تایردار ریموت به ریموت میان چطور اینمی تبدیل میشن و بعض علامش هم تغییر میکنه اگر منفی باشه مثبت بشه مثبت باشه منفی باشه اینمی چیه؟ اینمی یک اگر شما لازم میبینید در ویدیوهایش ما موجود چنل ببینید و مجموعی ثبت کردن و نمره باز ببینید 2m مساوی اینمی که طرفی راست مثلا طرف مساوات دیگر چی میشه؟ مثبت 4 میشه. ما شما ضرب به تنها چی یک m داریم. طرف را دو تقسیم میگیریم. دو که دو اختصار میشه. m مساوی به چند میشه؟ 4 تقسیم به 2. m پیدا شد. میایم طرف n. اینمی ضریب بشن هم با مساوی به صفر گفته بودیم. پس اینمی 5 منفی n مساوی به صفر. n طرف اینمی میایم 5 مساوی به چی است؟ با n. طرف اینمی که آوردیم اینمی علامت تغییر میشه. یا اگر 5 رو بریم اون طرف اینمی علامت تغییر میشه. اینمی طرف مثلا 5 منفی n مساوی به صفر. اینمی 5 را اینمی طرف میایم تبدیل میکنیم. منفی n مساوی به چی است؟ منفی 5 مساوات آدو طرف شدن منفی 1 ضرب میکنیم. منفی 1 و منفی 1 مثبت ضرب منفی مثبت n مساوی منفی ضرب منفی 1 ضرب 5 پس n هم مساوی شد به چند با 5 و اینجا من طرفی پولینوم صفری پولینوم ترازو مجازی صفری پولینوم ها تواجدی که ثابت پولینوم كده پولینوم ها ثابت پولینوم ثابت هر هم صفر مو المتساوي وش ده شده يساوي صفر پولینوم بلازم مثلا p x پولینوم مساوي بشي صار صفر مكمل يعني نراكم هذول المتساوي ثابت پولینوم باور وش ده صفر ولا هم صفر ده تنها شيء هذا درس بعد
مجدد المتساوي ثابت كلهم كل شيء ثابت كلهم هم على ثابت هذا هم صفر المتساوي كشيء يو صفر كلهم بلاس بلاس وزدي لبارة يوم مثال متساوي كذا هم مثال متساوي هلون كسوتوري هم كسر بلاس صفر كلهم كي أنامو ثابت كلهمش ده ثابت كلهم أنامو ثابت هذا هم مثلا بالصفر باشا أنا مرة ما شو ماشي كلهم صفر بس ما شو مفتمع مثلا صفر كلهم يعني مثال هذا ما شو مثلا b منفی 4 x مکعب منفی 2 c مثبت 6 x مثبت a جمع b a منفی b جمع c پس نمیشه گفته که قیمت a شما پیدا کنید قیمت چی را پیدا کنید قیمت a را پیدا کنید قیمت a چند است دلیل یک صفر کلی ما شما گفته بودیم که نمی حدود 6 است نمی را صفر مساوی میکنیم و نمی هم باید صفر باشه ما شما صفر کلی گفته میتونیم نمی ما شما هدف ما شما چی است a را پیدا میکنیم b منفی 4 مساوی چی است صفر 4 طرف مساوات تبدیل میکنیم b مساوی است بس چی است 4 element her tarafı menki du si مثبت 6 مساوي صفر element مساوي شو يكون صفر 6 tarafı راس تبديل يكون du si مساوي شيء منفي 6 element ما شو ما يكسره دركار element ما du تقسيم يكون element هم du تقسيم يكون كده اختصار مش si مش مساوي منفي 6 تقسيم بدو شو شكله منفي تقسيم منفي من هو شو منفي تقسيم مثبت منفي 6 تقسيم بدو سي بلاس أول إنما نبغى نقول سبب شيء إنما هذا ثابت كيف A منفي B جمع C إنما كمان شو مثلا صفر میکنیم اینه قیمتش وزنی قیمت این معلوم است قیمت بی را باشه همینجا وزن میکنیم a منفی b چند است 4 مثبت ضرب منفی قیمت c چند است 3 مساوی بشه 3 ثابت عدد جمع میکنیم a منفی 4 منفی 3 چند میشه منفی 7 مساوی صفر یعنی 7 را به طرف انتقال میکنیم a مساوی است پس چند که انتقال شد چی میشه مثبت 7 پس یعنی قیمت a را هم روشن به دست آورد یعنی مثال سوم یعنی که بر ما شما آمدند یعنی میرم گفته که میشه شما معلوم کنید که درجه شان کدوم چند است کدوم پی ایکس تست یعنی ما شما میبینید یک متحول داریم شما سعی کنید 3 ایکس بتوان 5 یعنی دیگر که بلند درجه شد نمبر ما شما میبینید یعنی درجه شان چند است 5 است یعنی میتونید دیگر جی ایکس است یعنی میتونید اچ ایکس است شما باز حل بکنید یعنی میگه حل شدن یا جواب بدن یک فایده عملی میتونه فایده شما کار بکنید انشالله مشکل نیست یعنی میگه دست ما شما کدوم درجه بلندترین درجه به نسبت به حدود ما شما مسئله میکنیم
نسبت به متحول شما سعی میکنیم دیگه ثابت کنیم ما شما خواندیم که اونمو درجهشان صفر باشه و ما شما چی میگیم ثابت کنیم و یا ضرایب متحول صفر باشه متحول است ضرایبشان صفر باشه اونم ما شما ثابت کنیم و صفر کنیم است که اینمو ثابت کنیم ما شما کلمه صفر است تنها اینمو ثابت حد که ثابت حدشان هم صفر شود اونم ما شما چی میگیم صفر کنیم باشه گفتم دیگر فعالیت شما انجام بدید ان شاء الله مشکل نیست